بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام در مراسمی که نیروی هوایی امیر بهمرد میزبان وابسته‌های نظامی خارجی بوده، ماکت جنگنده J-20 از طرف وابسته نظامی چین به ایشون اهدا میشه و این رو دفاع پرس گذاشته. یه نقدی هم از این دوستان بکنین بد نیست. این خبری که گذاشتن فیلمش هم هست، الان من مختصرش هم میگذارم، هیچ اطلاعاتی نداره. شما وقتی یه خبری منتشر میکنید بدیهیات خبر رو داشته باشید. این کجاست، کی به کیه، کی داره به کی چی داره هدیه میکنه. یه خبری منتشر میکنن که هیچ اطلاعاتی توش نیست. یک سری دوره بگذارید برای کسایی که این سایت ها رو بروز میکنن که حداقل بدیهیات کار خبر رو رعایت بکنن. حدود 30 ثانیه با هم گوش بدیم و برگردیم. خب، ماکت جنگنده J-20 یک جنگنده نسل 5 هدیه شده. گفته که این جنگنده در سال 2011 پرواز کرده و در سال 2017 وارد عملیات شده. یک جنگنده پیشرفته است و رقباش هم میشن جنگنده های F-22 رپتور و F-35 و یک نمادی از فناوری چینه. خب چینی‌ها 3 تا پلتفرم نسل 6 هم دارن، با هم توسعه میدن که توان هزینه کردن دارن، خوبم هزینه میکنن. خوب معنی بهینه است. مثل پنتاگون خرج نمیکنن. یک دزد بازاری راه انداختن که آمریکا پودر شده و عملاً باخته. نگاه نکنید که مسئولین ما نهضت مذاکره ابدی با آمریکا دارن و همه قدرت‌ها میدونن که آمریکا به چه سمتی داره میره و اونم ریشه در اقتصاد سیاسی داره. حالا بونش کاری نداره. رابطه ما با چین بازخوانیش کنیم بد نیست. بنده خودم اولین بار که وارد این موضوع شدم سال 85 بود، به واسطه کاری که در دانشگاه باید انجام میشد و اونجا با منطق واقع‌گرایی ساختاری متوجه شدیم که یک اتحادی در آینده شکل خواهد گرفت بین روسیه و چین، یک بلوک ضد هژمونی و لاجرم ایران باید بهش بپیونده. کشورهای مثل هند دشمن ایران هستند، دشمن چین و روسیه هستند و کشورهایی مثل پاکستان دوست محسوب میشن، مثل ارمنستان دوست محسوب میشن، مثل مصر دوست محسوب میشن و بحثای اینجوری. خب این در سیاست خارجی ما ترجمه نشده. حالا اینکه چرا ما یک گلاقبا متوجه این موضوع میشیم، این دستگاه و عریضه و طویل وزارت خارجه، شورای راهبردی نمیدونم فلان ذیل رهبر معظم انقلاب، مجمع چیه بهمان، اندیشکده یه چیزی هستن. یعنی نگاه میکنیم این چقدر اسمای پرتومتراق و شگفت‌انگیز وجود داره که بعد آخرش چی بگن؟ نه چین به فکر خودشه، با ما کار نمیکنه. یعنی واقعا ملت ما گیر افتاده، واقعا گیر افتاده و اصلا چیز عجیبه. یعنی پیشفرض ذهنی دوستان اینه که با کشوری میشه کار کرد که به فکر ما باشه. لیلی و مجنون میخوان تعریف کنن و اصلا به فکر این نیستن که کلا دنیا چه شکلیه و شما اصلا روابط بین الملل رو چطوری میخوای تعریف کنید. اینا به هر حال عجایبیه که ما در سیاست خارجی کشور میبینیم و متاسفانه آسیب زده دیگه. یعنی ما باید به سمت کار با چین میرفتیم همه جانبه در سرمایه‌گذاری‌های صدها میلیارد دلاری و غیره و نرفتیم. حالا چینی‌ها اومدن اینجا و یک جنگنده J-20 رو گذاشته روی میز. من نمیدونم پشت قصه چه خبره. آیا مذاکراتی شده برای خریدش؟ نشده؟ تمایل رو چینی‌ها نشون دادن، گفتن این کارو بکن، یه مقداری تو ذهن مقامات ایرانی که واقعا شگفت انگیزن اثر بگذاره یا نه. اما وقتی در ژئوپلیتیک یک چیزی الزام داشته باشه اتفاق میفته، الزام نداشته باشه اتفاق نمیفته. یعنی اگه ضرورت داشته باشه پیش میاد، ضرورت نداشته باشه پیش نمیاد. اون ضرورت مهمه. از بعد چی منافع متقابل.
مبتنی بر موازنه قوا. اگر اینجوری بود اتفاق میفته. اینکه چین به ایران J-20 بده، آره میده. شما با چین میتونید بی حد و مرز کار بکنید. میشه کار. چرا؟ چون منافع دو سو این رو ایجاب میکنه. هر دو طرف منافعی دارن که به خاطر اون تهدید غرب باید با هم کار بکنن. ما با روسیه این ویژگی رو نداریم، این عمق، اما با چین داریم. یعنی رابطه ما با چین سقف نداره. اینکه رئیس جمهور شما الان دو سالگیش هم دیگه داره میره که تموم بشه، 1 سال و نیم تموم شد، هنوز چین نرفت. این تقصیر چینی‌ها نیست. اینکه شما نیرو هوایی نرفتید بروز کنید، حالا با هر چیزی خودت بسازی، از چین بخری، از روسیه بخری، این 3 تا گزینه وجود داره دیگه. این دیگه تقصیر اونا نیست. موشک ساختی به فکر پوشش سایت‌های موشکی نبودی. اون کسی که تصمیماتو گرفتن بدیهیاتو بلد نیست. چرا اینجوریه؟ به خاطر نظام شایسته سالاری در کشور. ما یک سیستم کیف کشی داریم، شایسته سالاری نداریم. یه ده هستن که سببی و نسبی و اینا پست میگیرن دیگه، میچرخ چاپلوسی و ضدیت و امنیت ملی انجام میدن، سمت میگیرن. تو رادار اینا هیچ وقت چین کشف نخواهد شد. بازسازی ناوگان هوایی با چین کشف نخواهد شد. اتفاقات نمیفته. چون طرف کیف کشه، مثلا تخصص خاصی نداره، دغدغه خاصی هم نداره، تخصص میشه یاد گرفت. شما دغدغه داشته باش میری یاد میگیری، اونش هم نداره. اینا کیف کشن. از کیف کش انتظار نداشته باشید که فهم کنن که با چین میشه چه کارهایی انجام. یه دشون هم که غرب زدن گدا صفتن. این گدا صفت‌ها گدای غرب میکنن، تحقیر میشن، توهین میشنون، میرن به سمت غرب. اصلا یه جور مازوخیسم دارن، از شکنجه شدن و توهین شنیدن از غرب لذت میبرن. اونی که از سال 82 تا الان که 1404 22 ساله داره با اروپا و آمریکا مذاکره میکنه، این داده مازوخیسمه. شما در تاریخ بشر یک چیزی نشون بدید که 22 سال سرش چند تا کشور مذاکره کرده باشه، مثلا نداریم همچین نمونه. این ترکیبی از کیف کشی، خیانت و مازوخیسم معرفتی. این کلمات تند رو میدونید چرا انتخاب میکنیم؟ برای اینکه متوجه بشید که چقدر به کشور ضربه زدن. بودجه دولت ما شده 50 میلیارد. اون تفکری که 120 میلیارد دلار یارانه پنهان میده ولی بودجهش 50 میلیارد دلاره، همون تفکری که میگه با چین میشه کار کرد ولی با فرانسه میشه. که بعد مکانیزم ماشه رو برات فعال میکنن و به توهین میکنن. چون بی شخصیت. جماعت بی شخصیت توهین میشنون. تا اینکه چینیا خودش بیاد مارکتو بذاره روی میز. از نظر اونا این خیلی عدالت‌فار نداره. آقا شما با یک کسی معترض هستی یا نیستی؟ میگه من تحریم شدم، چین از من نفت بخره، اما سراشو در نیارید چون اروپایی ناراحت میشه. همچین ذلتی به نظر من واقعا باید یک کالبد شکافی اساسی بشن، خیلی غیر عادی. میدونید چرا در میدان عمل این ذلت تونسته جلو بره؟ شما در شعار ما بحث انقلاب اسلامی رو داریم، با آرمان امام رو داریم. گفته آقا ما این امپریالیسمه و با این مخالف این فلان، این استقلال ما از این برده. و این شعار گفته شده در تمام 50 سال انقلاب. در عمل این اتفاق افتاده. یک گدایی و ذلتی در مقابل غرب که واقعا بمونه نداره در تاریخ. به نظر من هیچ کدوم از کشوری که متحد آمریکا هم هستن به این ذلتی در مقابل آمریکا رفتار نکردن که در ایران داره رفتار میشه. در بعد از برجام همین چینی‌ها گفتن بیاید با هم کار کنیم. گفتم می‌خوام از فرانسه رافال و میراژ بگیریم. عجب. فرانسه یعنی در پیتر از فرانسه در صنعت پیدا خصوصا خدا نیافرید. واقعا چرت و پرت فرانسه. اصلا هیچ موضوعیتی نداره. اصلا تو هیچ صنعتی هیچی نیست. یه سری برند لوکس لباس و اتکلون اینا براش مونده، چی براش نمونده. نمایشنامه در پاریس اکرام میکنن، همینه.
چون مسئولین ما خیلی هنرمندن و شاعرن و اینا دیگه خیلی خوبه. خیلی هنرمندید و هنر فهمید برید با فرانسه کار. اینا شگفتی است، عجایبه. این تفکره که باعث بشه نیروی هوایی کشور بازسازی نشه. شما میتونید به سرعت ناوگان تو با همین J20 J10 J35 با اینا بروز کنید، به سرعت میتونید کارو بکنید. پولش هم بعداً بدید. چقدر؟ 15 میلیارد دلار دیگه. برای اقتصاد چین پول خوردن نیست، شوخیه. به خصوص این که در ژئوپلیتیک ایران برای چین چقدر مهمه. این خیلی کلیدیه. ایران برای چین مهمترین کشور در دنیاست. این رو مسئولین فهم میکنن نه. چرا؟ چون منافع شخصی در غرب وجود داره. از جیب ملت بزنی، جیب مردم رو بزنی، ببری غرب. به خاطر اینکه اونجا ازت نگیرن، مصادره نکنن، بیا کشور خود رو بفروشی. این هیچ پدیده عجیبی. ماها که تاریخ پهلوی مصیبت واقعا چه سلسله در پیتی و قاجار که خوب و بد داره. قاجار خیلی متعالی تر از پهلوی. میخونیم از خیانت میرزا آقاخان نوری و هویدا و نمیدونم کی و کی تعجب میکنیم. نه شما خیلی تعجب نکن، به عصر خودت نگاه کن، بدون احساس درگیر کردن احساس متوجه میشه که میشه. میگه آقا وثوق الدوله مثلا چون 15,000 تومانی بینتون رشوه گرفت، کشورش رو فروخت. ایران رو از جامعه ملل بیرون کردن، گفتن تو دیگه کشور نیستی، تو تحت حمایه شدی. چرا این کارو میکنن؟ ما این حال روز الان نگاه کنن دیگه. چرا رئیس جمهور به چین نمیره؟ چرا؟ چند بار رفتی باکو؟ باکو آخه ایران با چین میتونه برای قرن‌ها با هم متحد بشه. قرن‌ها میتونن با هم متحد بشه. چون ژئوپلیتیک اینو ایجاب میکنه. نیروی نظامی پیشران خیلی عالی داره جلو میره، ولی دیوان سالاری کشور اقتصاد به اون سمت حرکت نمیکنه. به سمت کار با غرب و مذاکره ابدی است. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.